سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 9 اکتبر تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. نامه کبیری به صدر اعظم آلمان درباره موج بازداشت‌ها در تاجیکستان. مقامات تاجیکستان 47 خویش و تبار اشتراکچیان اعتراضهای برلین را دستگیر کردند. باز 43 کیلومتر مرز تاجیکستان و قرقیزستان مشخص کرده شد. پیلوت در اوکراین کشته شده خوشبخت ترسونوف را در تاجیکستان به خاک سپاریدند. بازداشت کالیای تاجیک با اتهام تمجید و آدمربایی. بلاگرهای تاجیک میگویند که او قربانی پدستعوه شد. و اکنون تفصیلات خبرها. محیدین کبیری رهبر پیمان ملی تاجیکستان ائتلاف در تاجیکستان فعلا ممنوع 4 حزب و حرکت اپوزیسیای تاجیک روز 9 اکتبر سال 2023 با ارسال یک نامه به کانسلر یا صدر اعظم آلمان اولاف شولز خواستار مساعدت جناب شولز و حکومت آلمان برای رهایی خویشاوندان در تاجیکستان بازداشت شده اشتراکچیان اعتراضهای اخیر طرفداران اپوزیسیای تاجیک در برلین شد. کبیری در نامه‌اش به اولاف شولز نوشته است که در پی اعتراضهای مخالفین و پیوندان زندانهای سیاسی در برلین در روزهای سفر پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان اعتراضات تشکیل کردند و پس از بازگشت مقامات تاجیکستان پیوندان اشتراکچیان اعتراضهای برلین را مورد شکنجه قرار دادند و قسمی از آنها هنوز در بازداشتند. رهبر پیمان ملی در ادامه نامه‌اش از آلمان به تاجیکستان اخراج شدن و در آنجا به 7 سال زندان محکوم شدن عبدالله شمس‌الدین فرزند یکی از مخالفین ارشد حکومت کنونی تاجیکستان شمس‌الدین سیدوف را نیز ذکر کرده از صدر اعظم آلمان خواسته است که نفوذ خود و امکان دیپلماتی کشور آلمان را برای رهایی پیوندان اعتراضگران برلین و بازگرداندن عبدالله شمس‌الدین به نزد فرزندانش استفاده نماید. کبیری همچنین نوشته است که اپوزیسیای تاجیک به سیاست حکومت آلمان که رابطه های خود حتی با نظام های خودکامه برای مکالمه برتری میدهد احترام قائل است، ولی از آن نگران است که این همکاری ها با استفاده تبلیغات از طرف رژیم های خودکامه و سرکوب بیشتر جامعه شهروندی و مخالفین می شود. به حساب سازمان دیدبان حقوق بشر، مقامات تاجیکستان در پی سلسله اعتراضهای روزهای 28 و 29 سپتامبر مخالفین در شهر برلین به ضد سفر پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان دست کم 47 تن از خویشاوندان اشتراکچیان این اعتراضها را بازداشت کردند. حامیان حقوق چنین عمل مقامات تاجیکستان را انتقامگیری از خویشاوندان برای فعالیت‌های اپوزیسیونی دیگر اعضای خانواده‌هایشان و جزای دست جمعانه نامیده گفت که امریکا، اتحادیه اروپا و دیگر بخش‌های جامعه بین المللی باید این عمل‌های شرم‌آور و نابخشودنی حکومت تاجیکستان را محکوم کرده و حکومت فشار بیارند تا که مقامات تاجیکستان چنین قانون شکنی‌ها را بس کرده عهده‌داری‌های بین المللی خود در مسائل آزادی گردجمعی و آزادی بیان را رعایت کنند. سازمان دیدبان حقوق بشر روز 6 اکتبر با نشر یک اظهارات خبر داد که مقامات تاجیکستان در پی سلسله اعتراضهای روزهای 26 و 29 سپتامبر مخالفین در شهر برلین به ضد سفر پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان نزدیک 50 تن از خویشاوندان اشتراکچیان این اعتراضها و چهره‌های شناخته مخالفین را بازداشت کردند. حامیان حقوق در عموم بازداشت 47 تن از خویشاوندان فعالان مخالفین را ثبت کرده چنین عمل انتقامگیری مقامات تاجیکستان از خویشاوندان برای فعالیت‌های اپوزیسیونی دیگر اعضای خانواده‌هایشان را عمل شرم‌آور و نابخشودنی نامیدند. دیدبان حقوق بشر گفت از این 47 نفر دستگیر شده قسمی را آزاد کردند، ولی بسیاری ها اینک بیش از یک هفته باز با اتهام‌های ناروشن همچنان در پس پنجره باقی میمانند. سینه سلطان علی و محقق دیدبان حقوق بشر در امور آسیای مرکزی گفت مقامات تاجیکستان در طول سالها در مقابل فعالیت‌های سیاسی فعالان در خارج قرار داشته از شیوه جزاهای دست جمعی کار میگیرند. این بازداشت‌ها دغلانه پایمال کردن عهده‌داری‌های بین المللی تاجیکستان در مسئله حقوق انسان است و باید همه بازداشت شدگان آزاد کرده شده چنین نقارگیری‌ها بحث کرده شود. روز 28 سپتامبر در روز اول سفر امامعلی رحمان به آلمان فعالان پیمان ملی تاجیکستان و گروه 24 دو حرکت اپوزیسیونی در حدود تاجیکستان ممنوع همراه با فعالان دیگر در نزد بنای سفارت تاجیکستان در برلین تظاهرات اعتراضی برپا کردند. روز 29 سپتامبر چند از فعالان مخالفین ماشین پرزیدنت رحمان را که به ملاقات با پرزیدنت آلمان
فرانک والتر شتاینماینر و صدر اعظم این کشور اولف شولز روانه بود تخمباران کردند. ولی علاقه روز 3 سپتامبر مقامات حفظ حقوق تاجیکستان از بازداشت خویشاوندان اشتراکچیان اعتراضهای برلین و مخالفین شناخته سر کردند. در عموم به حساب دیدبان حقوق بشر 47 نفر را دستگیر کردند. دیدبان حقوق بشر در اظهاراتش گفت امریکا، اتحادیه اروپا و دیگر بخش‌های جامعه بین المللی باید این عملهای شرم‌آور و نابخشیدنی حکومت تاجیکستان را محکوم کرده به حکومت فشار بیارند تا که مقامات تاجیکستان چنین قانون شکنی ها را بس کرده عهده‌داری های بین المللی خود در مسائل آزادی گردهمایی ها و آزادی بیان را رعایت کنند. سین سلطان علی و محقق دیدگان حقوق بشر در امور آسیای مرکزی گفت جزا دادن خویشاوندان به دلیل نزدیکانشان به فعالان سیاسی در خارج قرار داشته عمل محکوم بوده از ریشش غیر قانونی است و بسیاری از معیارها و عهده‌داری‌های بین المللی در ساحه حقوق انسان را زیر پا می‌کند. مقامات تاجیکستان باید بازداشت شدگان را بدون تأخیر آزاد کرده از ادامه تعقیبات دست بکشند. دوشنبه تا کنون به این اظهارات دیدبان حقوق بشر یگان پاسخ نداده است. دیوان وزیران قرقیزستان و خبرگزاری ملی اطلاعاتی تاجیکستان خواهر روز 8 اکتبر سال 2023 با نشر متن‌های امسان خبر دادند که تاجیکستان و قرقیزستان باز 43 کیلومتر و 320 متر مرز عمومی بین دو کشور را مشخص کردند. در اطلاع رسمی چنین گفته می شود بر اساس توافق به دست آمده از 3 تا 8 اکتبر سال 2023 در شهر بادکند جمهوری قرقیزستان ملاقات نوبتی گروه‌های توپوگرافی و گروه‌های کاری اوید به مسائل حقوقی هیئت‌های حکومت جمهوری قرقیزستان و جمهوری تاجیکستان اوید به علامتگذاری مرز دولتی دایر شد. گروه‌های توپوگرافی 43 از 32 کیلومتر مرز دولتی قرقیزستان و تاجیکستان را مشخص کردند. طرف‌ها کار برای تعیین قطعه‌های باقی مانده مرز در ملاقات آینده که در قلمرو جمهوری تاجیکستان دایر می‌شود ادامه خواهند داد. پیرامون نتیجه‌های ملاقات پروتکل دخلدار به امضا رسید. ملاقات در فضای دوستانه و حسن تفاهم برگزار شد. تفصیلات دیگر توافقات به دست آمده نشر نشده است. ملاقات گروه توپوگرافی و حقوقی که در بادکند بلافاصله بعد ملاقات سران هیئت‌های حکومتی در مذاکرات مرزی رئیسان کمیته‌های دولتی امنیت ملی دو کشور سیمومین یتیموف و قمچبک توشیف دایر شد. در انجام ملاقات یتیموف و توشیف که روز 2 اکتبر در بادکند دایر شد پروتکل رقم 44 به امضا رسید. متن این پروتکل در یگان جا نشر نشده است ولی هم توشیف و هم یتیموف اظهار داشتند که این سند رو به سوی حل نهایی مشکلات مرزی دو کشور باز می کند. یادآور می شویم با گذشت 30 سال از سقوط اتحاد شوروی از 970 کیلومتر مرز تاجیکستان و قرقیزستان تا کنون بیش از 300 کیلومترش همچنان تعیین و علامتگذاری نشده است. در قطعه‌های بحثی که اساساً در مرز دو کشور جایگیر شدند هر سر چند وقت بر اثر آب و زمین و چراگاه و راه مناقشه ها رخ می‌دهند. این مناقشه ها بعضاً به تیرپرانی ها می‌پیچند و باعث علاقت مردم از دو طرف می‌شوند. در 2 سال اخیر در نتیجه زدوخوردهای مسلحانه در مرز دو کشور دست کم 240 نفر کشته شده، حدود 750 نفر هر دو جانب زخمی شدند. بلاگر شناخته تاجیک حاجی کامران که با تخلص کل تاجیک مشهور بود و با حمایت حقوق مهاجران تاجیک از جمله از کارفرمایان بی‌انصاف کشیده گرفتن حق زحمت تاجیکان نام برآورده بود در روسیه با اتهام تمجید و آدمربایی دستگیر شده است. اما بلاگرهای دیگر تاجیک مقیم روسیه با نشر یک مراجعتنامه گفتند که کل تاجیک قربان پسته و از جانب یک دختر تاجیک شد که از وی برای رویاندن پولش کمک خواسته بود. یکی از مؤلفان این مراجعتنامه بلاگر شناخته باباجان زفاروف معروف با تخلص باباجان 88 که نیز با کمک‌هایش به مهاجران از جمله با جمع‌آوری مبلغ‌های خیریه برای طبابت مهاجران بیمار و فرستادن جسدهای تاجیک‌های در روسیه ففتیده نام برآورده است. روز 7 اکتبر سال 2023 در یک مصاحبه با پایگاه خبری بامداد گفت کل تاجیک روز 4 اکتبر در شهر لیتکارنو در ولایت مسکو دستگیر شده. دادگاه لیوبرتی او را روز 5 اکتبر برای 2 ماه به حبس پیشکی گرفت. بنا به اطلاع دریافتی کل تاجیک بر اساس 2 ماده کودکس جنایتی روسیه ماده 127 آدمربایی و 163 تمجید عیبدار می شود. به او بر اساس ماده 127 تا 5 سال زندان و بر اساس ماده 163
تا 15 سال زندان تهدید میکند. بلاگرهای تاجیک مقیم روسیه بابای لنگری و باباجان 88 در مراجعتنامه‌شان برخی پهلوهای پرونده به ضد کل تاجیک را نقل کردند. به گفته آنها یک دختر تاجیک به کل تاجیک مراجعت کرده گریه و ناله کرده است که گویا یک مرد زاده ازبکستان 400,000 روبل پول او را نمیدهد. بعدا معلوم شد که ادعای این دختر اساس نداشته است، ولی او توانسته است کل تاجیک را که زود باور بود و برای دفاع از تاجیک‌ها به خصوص از خواهران تاجیک همیشه آماده بود باور کناند و برای رویاندن پولش به پیش آن مرد ازبکستانی فرستاد. اما لحظه رزبار کل تاجیک با آن مرد به دوربین ویدیو کامراهای نظارتی افتاده است و کارمندان مقامات حفظ حقوق او را با اتهام تماجویی و آدمربایی دستگیر کردند. باباجان 88 که در مرافعه نخستین پرونده کل تاجیک در دادگاه لیوبرسی اشتراک داشت در مراجعتنامه‌اش گفت که وقتی فرزند کل تاجیک را به تالار دادگاه در آوردند کل تاجیک با آن پهلوانیش طاقت نکرده و از اوش رفت. تصدیق خبر افتتاح پرونده به ضد کل تاجیک توسط منابع دیگر به اداره پایگاه خبری بامداد هنوز میسر نشده است. هر دو رقم تلفن خود این بلاگر فعالند، ولی به زنگ‌های به تکرار ما کسی جواب نداد. کل تاجیک در بین بلاگرهای حامی حقوق مهاجران تاجیک در روسیه از معروفترین ها به شمار می رفت و کانالش در یوتیوب به نام کل تاجیک 234,000 ابونه‌چی داشت. برخی نفران گستاخانه بالای سر کارفرمایان را گرفتن و از آنها دادن مزد مهاجران تاجیک را طلب کردن کل تاجیک را غیر قانونی خواندند و قبول نداشتند، ولی بسیاری ها او را رابین گود تاجیک نامیده برای حمایتش از تاجیک‌ها در روسیه ستایش می‌کردند. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. صبح 7 اکتبر سال 2023 ساعت 2:00 دقیقه در مسجد سرخ شهر کانه بادام در شمال تاجیکستان مراسم نماز جنازه پیلوت تاجیک ارتش روسیه خوشبخت ترسونوف دایر شد. بعد نماز جنازه خوشبخت ترسونوف را در آرامگاه محلی قزاقان به خاک سپاریدند. خوشبخت ترسونوف ماه آگوست در اوکراین کشته شد. قبل از مراسم دفن روز 6 اکتبر در شهر اکاترینبورگ روسیه مراسم وداع با خوشبخت ترسونوف برگزار شد. در آن مراسم به پسر 8 ساله پیلوت کشته شده اردن موژستوی و مردانگی سپرده شد. خوشبخت ترسونوف را بعد مرگش به این اردن قدردانی کردند، هرچند بسیاری ها نوشتند که پیلوت تاجیک سزاوار عنوان قهرمان روسیه بود. در مراسم وداع در اکاترینبورگ فرزانه همسر خوشبخت ترسونوف گفت شوهر من یک آدم مهربان و خاکسار بود، کار خود را از روی وجدان انجام میداد. اهل عائله‌اش به خصوص پسرش را خیلی دوست می‌داشت. خداوند آخرتش را آباد گرداند. من شخصا مکسیم کوزمینوف را نمی‌شناسم، ولی اگر مکسیم این کار را کرده باشد من امیدوارم که او را می‌یابند و می‌کشند. بگذار او هم در زندگیش عذاب بکشد، مثل عذابی که ما برای او شده کشیده ایستاده‌ایم. در تاجیکستان از خویشاوندان خوشبخت یک خواهرش باقی مانده است و هم پدر سالخورده‌اش که مریض بستری است. مادر او 2 سال قبل وفات کرده بود. طوری قبلا خبر دادیم 9 آگوست سال 2023 فرمانده چرخبال حربی می 8 مکسیم کوزمینوف که خوشبخت ترسونوف و نیکیتا کریانوف زیر دست او خدمت می‌کردند چرخ بالش را از ولایت کورسک روسیه به اوکراین برده به مقامات آن کشور تسلیم شد. کوزمینوف برای این کار از آن طرف $5,000,000 جایزه گرفته است. او گفته بود که اعضای اکیپاژ از نقشه او خبر نداشتند و از تسلیم شدن سرکشی کردند و شاید آنها را از بین برده باشند. سردار اداره جاسوسی حربی اوکراین کریل بودانوف بعداً تصدیق کرد که 2 دیگر چرخبال ربوده شده مقاومت نشان دادند و کشته شدند. از خوشبخت ترسونوف یک پسر باقی ماند که همگی 8 سال دارد و مادرش به او گفته است که پدرش قهرمانانه هلاک شد، اما پسرش به مرگ خوشبخت تا حال باور نمی کند. در حدود ناحیه خراسان ولایت ختلان یک ماشین راهگذر که با سرعت بلند حرکت میکرد یک کارمند پاسگاه بدیا را پخش کرده است. لحظه زیر چرخ ماشین ماندن کارمند میلیسیا با دوربین ویدیو کامرای نظارتی افتاده است. در این ثبت کوتاه که روز 7 اکتبر سال 2023 در شبکه‌های اجتماعی نشر شد دیده می شود که یک کارمند بدیا در پاسگاه واقع در شورای دوشنبه بختر با مقصد منع کردن کدام یک ماشین یا با کدام مقصد دیگر چوب دست در دستش میخواهد از روی ماشینگرد عبور کند. او با چوب دستش به ماشین هایی که با شست می آیند اشاره کرده
از ماشینی که با خط یکم حرکت میکرد بدون ممانعت میگذرد، ولی راننده ماشینی که با خط دوم و با سرعت بلند می اومد از اوده دوره وسطای نقلیاتش برآمده نمیتواند و کارمند بدیه را با شست زیر میکند. در نتیجه برخورد طوری در ویدیو دیده می شود کارمند بدیه به هوا پریده سپس بر روی راه می افتد. بعد این دیده می شود که دیگر کارمندان پوزگو با شتاب به کمک همکار خود می دوند و چند ماشین راهگذر نیز منع می کنند و از داخلشان راننده و مسافران بیرون شده به نزد کارمند جراحت برداشته بدیه می شتابند. وزارت کارهای داخله و بازرسی دولتی اتومبیلی این حادثه را تا حال شرح ندادند. درباره وضع سلامتی این کارمند و اینکه آیا راننده گناهکار دستگیر شد یا نه خبری تا این ساعت نشر نشده است. یک زن 56 ساله از تاجیکستان که در یک طربخانه در خیابان نیوا در مرکز شهر سنت پترزبورگ روسیه باعث فروش کار میکرد با دزدیدن مبلغ بزرگ روبل و دلار در عموم 1.7 میلیون روبل یا حدوداً 170,000 دلار امریکایی که به یک سیاح از اندونزیا تعلق داشته است عیبدار می شود. شهروند 32 ساله اندونزیا هنوز روز 26 سپتامبر سال 2023 به پلیس نویای سنترال شهر سنت پترزبورگ مراجعت کرده از گم شدن پولهایش خبر داده است. او گفته است که شام 25 سپتامبر در طربخانه در خیابان نیوا خوراک شام خورده بود و به احتمال غالب پولش را همانجا فراموش کرده است. تحقیق ثبت‌های ویدیو کامراهای نظارتی در طربخانه نشان داده است که سیاح خارجی در حقیقت سومکه پر از پولش را در همین جا فراموش کرده است. نفری که این پولها را صبح روز دیگر 26 سپتامبر گرفته با خود برده است نیز به دوربین کامرا افتاده است. معلوم شد که این کار را فروش طربخانه زن 56 ساله از تاجیکستان کرده است. روز 4 اکتبر بعد تحقیق ثبت ویدیو کامراها کارمندان پلیس این زن را در منزل اجاره‌اش در کوچه چیخوف دستگیر کردند. از آن منزل یک قسم پولهای ربوده شده را هم پیدا کردند. زن بعد بازداشتش به گناه خود زود اقرار کرده است و گفت است که دلارهای ربوده شده را علیه به تاجیکستان فرستاده و روبل ها را در خانه نگاه می داشت. وقتی که قهوه خانه را توزیع می کردم یک سومکه یافتم، کشودم که در درونش پول است. پول ها را به خانه به دوشنبه می فرستم، نقل کرده است او در بیاناتش به پلیس. اکنون به این زن بر اساس ماده 158 کودکس جنایتی روسیه برای دزدی تا 6 سال زندان تهدید می کند. به بالای این بعد بازداشت معلوم شد که او در قلمرو روسیه غیر قانونی کار و زندگی می کرده است. برای بود و باش و کار غیر قانونی به این زن علاوه جریمه و اخراج از روسیه تهدید می کند، البته اگر زندانش نکنند. مرکز مطبوعات ریاست وزارت کارهای داخلی ولایت سوخت روز 8 اکتبر سال 2023 در شماره نوبتی برنامه ملیتی خبر می‌دهد اساسکار شدن باز یک حالت پایمال کردن قانون تنظیم و جشن و مراسم از جانب ناظران منطقوی ملیسا در شهر خوجند خبر داد. بنا به گزارش اکبر شریفی سخنگوی ملیتی ولایت سوخت ساکن خوجند ملاحت محمود و سنه 2 اکتبر سال 2023 در وقت کاری در قهوه‌خانه سیبرگه در محله 34 شهر خوجند معرکه داموطلبان را با دعوت بیش از 30 مهمان برگزار کرده است. میلیسا گفت ماموریت قهوه‌خانه هم بدون بستن قرارداد به برگزاری این معرکه اجازه داده است. طبق ماده 10 قانون تنظیم معرکه داموطلبان یا عروسبینان باید در حلقه عائله و با اشتراک تا 15 نفر به طور اختیاری گذرانیده شود. در رابطه با این حالت ویران کردن قانون تنظیم پروتکل مأموری ترتیب دادند. به ملاحت محمود و بر اساس ماده 481 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان جریمه به مبلغ 7480 سومانی تهدید می کند، ولی حجم جریمه مأموریت قهوه‌خانه سیبرگه می تواند تا 51000 سومانی را تشکیل دهد. وقتهای آخر از خوجند درباره ویران کردن قانون تنظیم خبرهای زیادی به دست می رسند. قانون تنظیم و رسم آیین که سال 2007 قبول کرده شد، سال 2017 طلباتش بازم شدیدتر کرده شد. از جمله قانونهای عجیب الغریب قبول شده در تاجیکستان است که در مطبوعات بین المللی همیشه به بعد مسخره کشیده می شود. حامیان حقوق نیز این قانون را یک علامت برجسته دخالت مقامات به حریم حیات شخصی مردم و نقض حقوق و آزادی‌های انسانی شهروندان تاجیکستان می‌نامند. تماشاچیان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه
پیگیری نمایید. www.bomdod.com. خوش باشید.